چطوری عشق دلم، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من خوشم. خوش اومدید به ویدیو جدید از کانال داشتون نیکان. بچه‌ها پارت قبلی گیم سوپرمارکت اگه دیده باشی واقعا ترکوندیم. این بارم اومدیم پارت دوشو بگیریم که بعضیاتون تو کامنت ها همینطور که دارید میبینید نوشته بودید که پارت بعدیش هم بگیر و الان اومدم که پارت بعدیش هم بگیرم براتون. اگه یه گیم خوبی مد نظرتون هست حتما توی کامنت ها برام بنویسید که ویدیو قبلی حتما اون گیمو بریم لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. وسط ویدیو آخر ویدیو چک کنید که لایکاتون مونده باشه، چون یوتیوب از این وقتا لایکا رو میپرونه. بدون عطلی let's do it. خب آقا بریم روز اول که نه، بریم روزمون رو شروع کنیم. توی استریمی تو 2 دقیقه گذاشتم یکم نون و اینا خریدم. آره دیگه یکم نون و اینا خریدم. تنها پیشرفتی که کردیم همین بوده. امروز قراره که کلی بیشتر پیشرفت کنیم. آقا بریم مغازه رو باز کنیم. امروز حاجی 165 دلار داریم. به نظر تو توی این پارت میتونیم بیایم ماشین بخریم؟ حاجی ماشین بخریم میتونیم خودمون بریم. اگه پارت اولو ندیده حتما بریم اون پارت رو ببینید، چون که الان هرچی براتون توضیح بدم انگار فارسی دارم برای افغانستانی که میفهمه، برای آلمانی دارم توضیح میدم. پس حتما بریم پارت اول رو ببینید. خب از کجا بودم؟ میخواستم که ماشین بخریم. اگه که ماشین بخرم واقعا خوب میشه. میریم اون جایی که میریم تولیدی خلاصه اینا رو میخریم که ارزونتر با هم حساب کنه. الان این زرده که دارید میبینید مقداریه که باید بهش پس بدیم. صدای گیم خیلی زیاده. حاجی بعضیاشون جنس زیاد میخرن، بعضیاشون اصلا چیزی نمیخرن. خب الان باید 16 دلار بهش پس بدیم. برو خدا بده برکت. حاجی پولمون زیاد شد. آره یکم پولمون زیاد شد. آقا چیکن داریم، روغن که داریم. روغن مردم روغن زیاد میخرن. اینجا این دره نمیدونم چه کاربردی داره. شاید تو پارت بعدی این درم برامون باز بشه. اینم میدونم که اینم مغازه ماه. خب تازه راستی تو پارت قبلی کسی آشغال نمیریخت، اما توی این پارت یاد گرفتن مردم میان آشغال میریزن. قوطی روغن رو اینجا پرت میکنن. نمیدونم اینجا چرا روغن رو اصلا باز میکنن. 1 دلار. برو بیرون. پولمون شد 200 دلار. چی بینم ماشینینا کجا بود؟ وایسا ماشینینا کجا میفروختن؟ اینجا هم که نبود. نه اینجا هم نبود. اینجا هم که موسیقیه. حاجی کجا بود ماشینا اینا؟ نه اینجا هم نبود. بکنم تو همین فروشگاه. همینجا بود. یه دونه اسکیت میتونیم بخریم، اما یه دوچرخه بخریم با حالتره. آره آقا ببین خلاصه یه دوچرخه یه چیزی میخریم که خودمون بریم جنسا رو بخریم که ارزونتر حساب میکنه. این از 16 دلار تو. خب برو. حاجی ناموسن قیافه‌شو نگاه کن. شبیه چیه ناموسنی. باید 7 دلار. این از 7 دلار تو. پولمون شد. نه حتی یه اسکیت میتونیم بخریم. زر زیادی زدم گفتم میخوایم دوچرخه بخریم. دوچرخه 1000 دلاره. اسکیت 300 دلار. آجی ناموسم بود. بعد آقا اگه بریم اینجا خودمون جنسا رو بخریم ارزونتر حساب میکنه. برای مثال یه توست بخریم اونجا شاید 2 دلار حساب کنه، اما اینجا بخریم 5-6 دلار حساب میکنه. خب مثل دنیا واقعی دیگه. مثل دنیا واقعی هم همینه. اگه خودت بری شرکت بخری دیگه ارزونتره. 5 دلار. برو خدا بده برکت. حاجی پولمون باز هم نشد 300 دلار. باید جنسا رو گرم کنیم. باید 2 دلار بهش پس بدیم. برو 280 دلار. 20 دلار دیگه. 20 دلار دیگه میتونیم یه دونه اسکیت بخریم. ای بابا بازار نیست ناموسن. آقا بیایید بخریم داداش. آجی من چرا قدم از همه اینا بلندتره؟ قدم از همه‌شون. این اومد. حاجی اینجا آشغال ریختن. آخه یه دونه آشغال میتونه یه دونه کیسه زباله اینقدر رو پر کنه؟ ناموسن منطق بازی رو داری. بیا اینجا داداش. خب حاجی اینجوری زیاد خرید کنید که
$20. آقا میتونیم الان یه دونه اسکیت بخریم. مثلا این مشتریا برن بعدش میریم یه دونه اسکیت میخریم، حالشو میبریم. آجی ناموسن تا دسته هم میکنیم تو پاچه مردم، از هر کدومشون $3-4 سود میبریم ها. بیایم اینجا. آها ای میدن داره باید لولمون بشه 5. بیا اینجا بیا اینجا. مالا بریم یکم جنس بخریم. بیا اینجا. میتونیم اینو بخریم، از هر کدومشون یه دونه میخریم دیگه. خب بیا اینجا. آها بریم بچینیمش. آخه کی اینجا اینو باز کردی و انداختتش؟ خدایا جنسامون تموم شد. بیا اینا رو بذاریم اینجا، برم اینو بندازم تو خالی. حاجی مشتری ریخته و کار زیاد داریم اینجا بده کارتو $9. تو برو خدا بده برکت. بیا اینجا $4. برو بیرون. وایسا حالا میام واسه تو هم حساب میکنم. اینا رو بچینیم داره شب میشه. روغنن رو همینجا میذاریم جا نمیشه میاریم اینجا. قیمت اینا هم همشون رو گذاشتیم. بیا اینجا. بیا اینجا تو. اینا رو میذاریم همینجا داره شب میشه. شب شده عجیب غریب. اینا رو همینجا میذاریم. خب بریم حساب کنیم اینا برن. شب شده هیچی نمیبینم. البته مغازه چراغ هم داشت. روز شد. برو بیرون. $10. 99 سنت. برو بیرون. حاجی مشتریا ریختن. پر شد مغازه پر شد. حاجی لولمون شد 4. آخه ناموسا این قیافه تو داری نگاش کن. بکن آقا چیکار قیافه مردم داری تو؟ اینجا کارتو بده $15. برو بیرون. حاجی $315 پول داری. خب اینجا پولو بده برو بیرون. چقدر جنس برداشت. اینجا $26. خوبه برو بیرون. وایسا داداش الان میخوابم. وایسید. آقا مغازه بسته است. ای بابا نمیتونه مغازه رو ببندم. بذار اینا رو حساب میکنیم و مغازه رو میبندیم. بیا اینجا. مغازه از این به بعد بسته است. بیا مال تو هم حساب کنم. آخه این وقت داری میای تو. $21. 99 سنت. خب حالا برو بیرون. الان وقتشه که بخوابیم و همینجا هم پارت رو تموم کنیم. به نظرم بخوابیم. خب آقا امروز چقدر سود کردیم؟ $389 سود کردیم. خوبه. $97 هم جنس خریدیم بازم خوبه. 389 تا هم پول داریم بازم خوبه. خب آقا همینجا این پارت رو تموم میکنیم. خب مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی و ویدیوهای پر انرژی تر. خدا نگهدارتون.